محمد اشرف غنی برای دومین بار به حیث رئیس جمهور افغانستان مراسم تحلیفش را به جا آورد. روحی 1398. محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز برای دومین بار من حیث رئیس جمهور کشور طی مراسم تحلیفش را به جا آورد. رئیس جمهور غنی در حال که از سوی بانوی اول کشور امرویی می‌گردید، بعد از معاینه قطعه تشریفات به محلی که برای اهدای تحلیف ترتیب گردیده بود تشریف برد. در مراسم باشکوه تحلیف بر علاوه دکتر زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان و شماری از مقامات و مهمانان از کشورهای خارجی، بزرگان و شخصیت‌های سیاسی و جهادی، قاضی القضات و رئیس استر محکمه روسا و اعضای مجلسین شورای ملی، اعضای کابینه، جنرالان و افسران قوای مسلح کشور، جنرال میلر، قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، شماری از سفیران و اعضای کور دیپلماتیک مقیم کابل و تعداد از مامورین دولت حضور داشتند. ابتدا محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی افغانستان در برابر قانون نافی سید یوسف علیم قاضی القضات و رئیس استر محکمه در حالی که سایر اعضای شورای عالی استر محکمه نیز حضور داشتند حلف و وفاداری یاد کرد. سپس امرالله صالح معاون اول و استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در برابر محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان حلف وفاداری را یاد کرد. متقابلا محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان اولین فرمانی را امضا کرد که بر مبنای آن محمد یوسف غضنفر نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور توسعه اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر تعیین گردید و سپس محمد یوسف غضنفر در برابر رئیس جمهور اسلامی افغانستان حلف وفاداری یاد کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان سخنرانی کرد و در ضمن اتحاف دعا برای شهدای افغانستان، به ویژه شهدای نیروی امنیتی و دفاعی و شهدای رویداد حمله تروریستی اخیر برای مراسم سالگرد شهادت استاد عبدالحی مزاری گفت که همه باید بدانند که حمله بر یک قسمت مردم و یا مذهب افغانستان حمله بالای تمام افغانستان و ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هست. و افزود که به همت ملت با غرور افغانستان و فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی امروز روز تحلیل از تطبیق و توسعه ملی ما یعنی قانون اساسی است و بار دیگر پختگی جمهوریت را امروز جشن میگیریم. رئیس جمهور غنی گفت که انتخابات پایان یافت. من با حوصله‌مندی و شکیبایی این روند را حرمت گذاشتم و هیچگاه ارگ را به قرارگاه سیاسی یک گروه تبدیل نکردم و نخواهم کرد. رئیس جمهور غنی تصریح کرد که امروز من بالای هر فرد افغان، زن، مرد، طفل و جوان مخصوصا قشر سیاسی صدا میزنم که حکومت از آن شماست و من خدمت رسان به همه شما هستم، چی آنهایی که با من رأی دادن و چی آنهایی که انتخاب دیگری داشتند. محمد اشرف غنی گفت که روز جدایی ها و سلیقه ها گذشت. امروز روز وصل است. امروز روز اتحاد است. امروز روزی است که ما باید با آینده و آسایش مردم افغانستان فکر کنیم. آقای غنی افزود حکومت من حکومت کل افغانستان خواهد بود. تیم دولت ساز یک گروه محرک برای بسیج مردم دوره یک تکت انتخاباتی بود، اما حکومتی که قرار است به زودی شکل بدهم در انحصار دولت ساز نخواهد بود. رئیس جمهور خاطر نشان کرد که پایان انتخابات پیروزی ایدئال و تفکر جمهوریت است. این غلبه بر دسیسه ها و توطئه هاست. پایان روند انتخابات پیروزی مردم بر ابهام و گمان زنی ها است. از نظر من هیچ کسی در این روند نباخته است، بلکه هر یک ما به اندازه توان در تحکیم مردم سالاری نقش ادا کردیم. رئیس جمهور گفت عصری که تازه ها سلیقه گرایی، گروگرایی و تهدید پایان رفته است، آنچه ملت را بسیج می کند صدای وحدت و یکپارچگی هست. رئیس جمهور غنی گفت من از تمام کسانی که در انتخابات سهم گرفتند سپاس می کنم و از حریفای سیاسی دیروز خویش می خواهم که با من شانه بدهند و دست به دست هم داده برای وطن خدمت نماییم. امروز باید توانایی های خویش را بسیج کنیم که مردم صلح را ببخشند بدون آنکه نگران از آینده و تشویش از دست دادن حقوق خویش باشیم. آقای غنی افزود جمهوریت چتر ملی هست. ما برای تحکیم این ساختار همه پسند و همه شمول افغانی از اجن و سعی و تلاش برای یک لحظه هم دریغ نخواهیم کرد. رئیس جمهور غنی با تاکید برای این که افغانستان به دولت منسجم و قوی نیاز دارد و من و همکارانم آنها را خواهیم ساخت. گفت که در رسالت ما تأمین صلح
و پایان بخشیدن به جنگ 40 ساله است. صلح با عزت به همت ملت و تحت چتر جمهوریت آمدنی است. مطمئن باشید. رئیس جمهور گفت ما با پیروزی از خواست و آرزوهای مردم برنامه صلح را در محور منافع ملی بر پیش خواهیم برد. در برنامه صلح ما هیچ قوم، هیچ بخش، هیچ گوشه و هیچ کتله سیاسی و اجتماعی تجربه نخواهد شد. مطمئن باشید که گسترش گرایی جامعه ما تقویت خواهد شد. رئیس جمهور کشور که خوشبختانه به یک چوکات دست یافته ایم که در بدل رهایی زندانیان در خشونتگاهش قابل ملاحظه و قابل پیمایش رونما گردد و مردم عام افغانستان مفاد و تاثیرات آن را احساس خواهد کرد. رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش گفت که برای صلح یک ائتلاف خواهیم ساخت که از ائتلاف جنگ 10 برابر قوی‌تر خواهد بود و افغانستان هرچی فراهم خواهد شد و به مهاجرین اطمینان می‌دهم که زمینه دعوت آبرومندانه شما را بر کشور فراهم خواهم ساخت. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو پیښو او جریانونو په اړه د تازه پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي پاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.